ما در کشورمون آقای عیسی شریفی 100,000 میلیارد تومان در سالی که دلار فقط 3,000 تومان بوده گردش مالی فساد داشته. آقای قالیباف هم رئیس این مجموعه بوده، دریغ از این که یک گزارش یک خطی به مردم ارائه بده که الان آقای عیسی شریفی کجا تشریف دارن. حتی در این حد هم مردم محرم نیست. بخش دوم پاسخگویی شفافیت، یعنی شفافیت هست که باعثش، یعنی این میشه که آقای قالیباف با فارغ از اینکه توش سهم داشته یا نداشته، اصلا من به ایناش دخالت نمی‌کنم که فایل‌های صوتی معلوم شد که آقای قالیباف کیف 7 میلیارد تومانی تحویل تو این فایل‌های صوتی که از سپاه منتشر شده. من به اونها اصلا اشاره نمی‌کنم، فقط میگم ایشون رئیس مرکز جایی بودن که توش 100,000 میلیارد تومان گردش مالی فساد داشت. آقای احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران در جایی بودن که 2 میلیارد یورو پول نقد گم شده. 2 میلیارد یورو پول نقد گم شده. فقط به 3 سال زندان محکوم شدن. 3 دقیقه هم زندان نرفت. حکم قطعی زندان. در حالی که یه دونه مجرمی که توی تبریز، توی ارومیه، توی روستاشون رفته یه جایی دزدی کرده، 4 تا انگشتشو قطع میکنن، میگن حکم اصلاح. ولی